کی از این دنیا رفته؟ بابا من عضو انجمن نیر دس اکسپریانس هستم، تجربه کنندگان نزدیک به مرگ در امریکا. 100,000 نفر تو اون انجمن عضون که مثل خود ما تجربه نزدیک به مرگ داشتن. چرا یک نفر اونجا عزاداری ندیده؟ چرا یه نفر اونجا گریه ندیده؟ تمام اینها بلا استثنا یه جمله مشترک دارن. چی دیدی وقتی که از اون تونل نور که به صورت مشترک همه 100% اونا اون تونل رو دیدن، به محض اینکه وارد تونل شدی چی دیدی؟ عظمتی از عشق، اقیانوسی از زیبایی، اقیانوسی از حس خوب، یک رها شدگی که در قالب هیچ لفظی نمیگنجه. حالا من بیام بزنم تو سرم که داداشم، مامانم، بابام رفته تو بغل خدا، رفته توی بی نهایت لذت. تا کی من باید اسیر این عوام زدگی باشم؟ تو چه میدونی اونی که از دنیا میره کجا میره؟ اون رفت تو آغوش دریای رحمت، رفت تو اقیانوس عشق، قطره وصله به دریا شد، قطره دریا شد.